با اینکه توی یک جای آشغال کار میکردم، ولی از کسی که بهترین جا داره کار میکنه تو شهر ما بوده. سلام دوستان، خوبین؟ چه خبر؟ تو این ویدیو میخوام از تجربه شخصی خودم که اصالتا مال شمال ایرانم، استان گلستان، و اینکه برای کار آرایشگری تقریبا تا 4 ماه حالا سمت تهران رفته بودم و اونجا کار کردم. اولین دلیل و تصور من این بود که اونجا خب خیلی خوبه، چون 2 بار تقریبا دوره در حد چند روزه رفته بودم به شمال تهران واسه آرایشگری ارتقای سطح بود و فکر کردم منم برم میتونم تو اون لول بالا کار کنم و پول خیلی خوبی در بیارم و چقدر میتونه خفن باشه. حالا در کل رفتم و اونجا بودم با یکی از دوستام، خونه اجاره کردیم 2 نفری، در حد 1 اتاق بود، یه اتاق کوچیک، ولی خب اون موقع ما نفری 5 تومن دادیم، یعنی کلا 10 تومن بود اجاره اون خونه، ولی بدون پیش، تو شرق تهران سمتای زاهد گیلانی. و حالا خب من اون حوالی که رفتم جای خاصی هم نمیشناختم، یا نمیشد که بخوام برم راه به راه تو کوچه به کوچه هی دنبال کار بگردم و از این آرایشگر بپرسم اینجا کار هست یا چطوریه، که البته چند تا جا رفتم این کارم کردم، خواستم ببینم چطوریه. ولی خب بعدش رفتم توی دیوار. برنامه دیوار واقعا برنامه خوبیه، کاربردیه، تو تایم صرفه‌جویی میکنه و من اون تو گشتم و دیدم ماشاءالله چقدر زیاده، لوکیشن تهران رو میزنی کار فراوونه درباره هر کاری که بلد باشی، بی‌نظیر از این نظر. و خب درباره آرایشگری هم همینطور بود. حالا من یک جا دیدم احتیاج به یک آرایشگر داشتن، نوشته بود مشتری هم نیاز نیست داشته باشی. چقدر جالب. زنگ زدم و در کل اون شخص سمت راهن به هم گفت چقدر سابقه کاری داری و تجربت، سرعت کارت. گفت حالا تعاونی کار کردی؟ اولین بار بود اسم تعاونی رو با آرایشگری میشنیدم. یعنی ما اینجا حالا مرغ تعاونی داریم که خودتونم میدونیم، فکر کنم ارزان‌تر باید باشه. برای من جالب بودیم. تا حالا در کل رفتم و دیدم داخل متروه و خیلی برام جالب بود. تو مترو آخه تو چه جای آرایشگاه زدن، اونم با هزینه‌های خیلی کم. یه بخشی رو گرفته بودن، فکر کن جلوش یه حالت پلاستیکی زدن که مثلا اگه کولر 1% روشن باشه نره بیرون. حالا اسم این پلاستیک چیه رو نمیدونم، اما اگه شما بلدین زیر همین ویدیو کامنت کنید تا من و بقیه دوستان هم یاد بگیریم. و برام جالب بود که تو تهران همه آدما از هر چیزی پول در میارن و در کل کار کردم، دیدم مشتری زیاده، اما این تعاونی‌ها نرخشون خیلی پایینه. مثلا کف قیمت هر منطقه است. اگه اونجایی که من راهن بودم تقریبا فکر کنم نزدیک به جنوب تهران میشه و مثلا اصلاحش 60 تومن بود، اصلاح سر ساده البته، یعنی حالا یا چه پیرمردی رو بزنی که حالا موی سر بالاشون ریخته است، یا موی یه آدمی که خیلی ساده کوتاه بشه. و کف قیمت حالا همین تعاونی توی شمال تهران به 200 تومن میرسید تو اون تایم و اصلاح‌های مدل دار حالا میرفت قیمتش بالاتر، یعنی یک حالت گول زننده داشت. طرف میدید که 60 تومنه و ارزون خوبه، میومد وقتی موهاشو 60 تومن ساده میزد یا صورتش هم میگفت برام فید کن، که شاید اون فید صورت خودش 40 تومن میشد چون سایه داشت دیگه، مدل دار به حساب میومد. یا مثلا میگفت خط رو با تیغ بنداز، که اینا میرفت بالا قیمتش که شاید ماکسیمم به 150 تومن میرسید یا یک جایی به 200 تومن ماکسیمم این کارهایی که براش انجام میدادیم. حالا آخر سنه خب شوکه میشد، یا واسه بعضیام خب عادی بود، میدونستن، شناخت داشتن که اصلاح سر ساده فقط ارزون تر قیمتش، نرخش. و مشتری‌ها چطوری بودن حالا اونجا؟ یه خورده انگار هر چقدر که نرخ هر کاری انگار میاد پایین، سطح توقع اون مشتری باز میره بالاتر و این عجیبه. اینکه خیلی توقع داشتن خیلی خوب بزنی، یا سری مشتریاشون متوجه میشن اگه تو سابقت کمه، چون کسی که سابقش کمه حالا موقع اصلاح خورده بیشتر شاید به جزئیات دقت کنه یا آهسته و با دقت بزنه، یا یک سبکیه که نمیشه شاید خوب توضیحش داد، باید ببینی، انقدر ببینی متوجه میشی دیگه. مشتریاش فهمیدن دیگه، چه برسه به ما آرایشگرا که خب بهتر متوجه میشیم. طرف 2 ماه کاره، 1 سال کاره، چطوریه؟ حالا از این وضعیت من زیاد خوشم نیومد، چون اوایل عملی کار کردنم بود، زیاد خرابم کردن. این رفتارهای اونا باعث شد این برای من عادی بشه و آدم قوی تری بشم که سریع با هر حرفی ناراحت نشم، روز خودم رو خراب نکنم. یا از اون ور بعد از 2 هفته که از اونجا اومدم بیرون، چون گفتم نرخش پایینه، یا اونجا باید موقت باشی تو همچین آرایشگاهایی،
که حالا یه خورده کارتو بهتر کنی، سرعتشو، جزئیات کارت بهتر بشه. نباید همیشه باشی، اگر نه فرسوده میشی، چون تمام آرایشگرای اونجا از این شغل حتی بیزار شدن و بهت میگن که بی خیالش، به درد نمیخوره، برو سمت یه کار دیگه، چون این سختیاشو فقط دیدن از آرایشگری. هر کاری یه سختیایی داره. الان ما دکتر بی پول داریم، دکتر پولدار هم داریم. خب پس این کاره یک چیز ثابته، حالا بسته به علاقت تو توش پیشرفت میکنی و به تلاشت و به جای خوبی میرسی. در کل باز جاهای دیگر رو گشتم، چند تا جای دیگه رفتم، یا حتی اومدم تو سطح یعنی منطقه های وسط تهران تقریبا، که حالا باز اونجا هم کار کردم، اما خب بیشتر سمت شرق بود، شرق و جنوب شرق، یا همون یک کمی به شمال شرق نزدیک بشه. و اینجا هم حالا تو آرایشگاه رفتم، یک جا نرخم 250 تومن بود، یک جا نرخم 400 تومن بود، اما خب مشتری‌ها به وفور کمتر میشن و از اون نتیجه‌ای که ته روز در میاری خیلی کمتر از حتی تعاونی میشه. چرا؟ چون تو مشتری از خودت نداری، یا باید انقدر کارت خفن و عالی باشه که اگه همچین آرایشگاهی به نرخ بالاتری رفتی، اون شخص بهت اعتماد کنه، بگه آقا این کارش درسته و مشتری خودشو بده به تو، حالا درصدی با هم کار کنین، که اکثر جا درصدی 50-50 بود. 50% تو میگیری، 50% آرایشگر مقابلت. نرخ اگه 200 تومن باشه، یه اصلاح کردی 200 تومن، 100 تومن تو، 100 تومن اون. و حالا من تو همون تعاونیات تقریبا روزی به 1 خرده‌ای رسیده بود. حالا با سرعت دست نرمال، تازه نرمال شده بود، ولی خب بعضیا بودن واقعا سری میزدن. درسته یک کوچولو کیفیت باز میاد پایین‌تر یا خیلی حتی، ولی در کل اونا به 2 یا 3 میلیون توی روز در می آوردن پول. اما چون که ما شهرستانی هستیم و اونجا حالا خونه از خودمون نداریم، باید پول اجاره خونه بدیم، پول غذا خورد و خوراک رو که بدیم، اینا باعث میشه که پول زیادی برات نمونه. اگر نه من داشتم با اینکه توی یک جای آشغال کار میکردم، ولی از کسی که بهترین جا داره کار میکنه تو شهر ما پول میاد، نرخ من مثلا برابر اون بود، اینجا مثلا بهترین 200 میگرفت، منم داشتم اونجا 200 میگرفتم، یا کلی هم مشتری داشتم، یا اگه کل درصد بهم میرسید که واقعا جلو میزدم اون همکارمون تو این شهر خودمون. مثال در کل از این نظر خوبه، ولی بیشتر برای کسایی که اونجا زندگی میکنن، خانواده دارن، غذاشون رو خانواده درست میکنه، یا در کل راحت ترن تا ما که بخوایم غذا از بیرون بگیریم، یا یه موقعی صرفه جویی میکردیم چند روز هی نهار املت، شام املت همین 2 وعده غذایی. البته بالخرجیامون هم یه خورده کردیم، واسه همین نتونستیم پول خاصی جمع بکنیم. یا هر موقعی که دوستم مرخصی میگرفت و میخواست به شمال برگرده، منم دلتنگ میشدم و سعی میکردم برگردم. یعنی هر آرایشگاهی که رفتم تقریبا تا 2 هفته بودم، ولی خب تجربیات خوبی کسب کردم، چه توی کارم، چه درسایی که از اون دوستان، از بقیه آدمای خوبی که باهاشون آشنا شدم گرفتم. در کل میتونم بگم پیشرفت شخصی داشتم. گشتم تهران هم دیدم. اینم بهتون بگم، نزدیک این مابینا که از اونجا میمدم بیرون و حالا میمدم شمال، حالا یک دوری هوایی عوض میکردیم و باز برمیگشتم تهران تا کار جدید پیدا کنم، بیکار بودم و این مابین واقعا سخته اونجا، چون خرجتون حالا یک کمی شاید بالاتر بره به نسبت شهرستانی که هستین، پیش خانواده هستین. من خیلی دستم تنگ شده بود، یعنی پولم کم شده بود و مجبور شدم قرض بگیرم، چه از اون وام ویپاد، چه از دوستم، چه از خانواده. حالا سعی کردم دادم، اما به این وضعم ممکنه بیافتین که واقعا سخت میشه براتون، اما خب سری باز در میارین اگه یک جا مشغول به کار بشین، که من شدم. ولی بدشانسی همون روزی که حالا فرداش سر کار رفتم، جنگ شروع شد، جنگ ایران و اسرائیل، موشک میزدن از بالای سرمون. اینا باعث شد که شهر خلوت شه، یه خورده خالی تر بشه و میدونین که کار ما با مشتری و آدماست که اگه اونا نباشن نمیشه پولی در آورد. گفتم بهترین کار اینه که الان برگردم. حالا 3-4 روز از جنگم گذشت که یک مشکل، یک بدی داشت، کاش همون روز اول برمیگشتم، چون که نرخ کرایه‌ها خیلی رفته بود بالا. اما خب یک پوان تهران اینه که حالا بیارتی داره یا همین مترو و شما از این سر تهران به اون سر تهران برین راحت میتونین با 3000 تومان 5000 تومان برین. اما حالا من به شهر نزدیک میخوام برم، اگه اسنپ بگیرم 70000 تومان میفته برام، یا مرکز استانمون بخوام برم نزدیک به 200 تومان شده الان. فکر کنین خب پول بر آدم نمیمونه. چون من اینجا هم دوره‌هاشو تجربه کردم. سعی کنین تا جای ممکن آرایشگاهتون با محل زندگیتون خیلی نزدیک‌تر به هم باشه، که اینطوری انگیزه بیشتری دارین، یا موقع نهار میتونین راحت برین خونه یک جا استراحت بکنین و غذاتون رو بخورین و برگردین. و اینکه تو آرایشگاه تعاونی حالا اکثر مواقع زیاد وقت نهار نمیدادن، یعنی بالا میرفتن ولی میگن در اصل نباید وقت نهار باشه،
داشته باشین. باید یک روند از مثلا 9 صبح تا 9 شب کار کنین، برعکس آرایشگاه که حالا وقت آزاد بیشتری داری، آزادتری، راحتتری، هر کدوم یک خوبی نسبت به هم داره. حالا واسه کسی که اول کارشو میخواد پر تجربه شه، من در آخر حالا پیشنهاد میکنم که اگه تهران رفت به این تعاونی یه سری بزنه. اگر هم کارش درسته، کارتون خوبه، به سطح حرفه‌ای تونستین خودتون رو برسونین، یا اگه سطحتون حتی متوسط هم هست توی این کار، اما اگه مشتری دارید، به نظر من شهرستان بمونید. حالا چون راحت ترین، آزادی بیشتری دارین. حالا نظر شخصیه. در آخر واسه اینکه این ویدیو زیاد طولانی نشه، همینجا تمومش میکنیم. حالا اگه سوالی چیزی هم داشتین زیر همین پست کامنت کنید که تو ویدیو بعدی جواب میدم، و حالا یه شورت ویدیو میذارم و شما به جواب سوالاتون برسین. امیدوارم که توضیحات خوبی رو داده باشم. در کل همتون رو به خدای بزرگ میسپارم و همیشه در حال پیشرفت باشین.